خزنده سینسیناتی یکی از معروف‌ترین و مرموزترین پرونده‌های حل نشده در تاریخ اوهایو حساب میشه. سال 1974 خانواده جانسون که در حومه شهر سینسیناتی زندگی میکردند شروع به تجربه اتفاقات عجیبی کردند. کلر دختر 9 ساله خانواده بارها به والدینش گفته بود که شبها دو چشم قرمز از پشت پنجره بهش خیره میشن. اولش کسی حرفاشو جدی نگرفت، اما ماجرا وقتی جدی‌تر شد که تیمی پسر 6 ساله خانواده نیمه شب حس کرد که سگشون روی تخت کنارشه، اما وقتی دستش رو دراز کرد که نازش کنه فهمید چیزی که کنارشه نه سگشون بود نه هیچ چیز دیگه که بشناسه. موجودی که کنارش بود بدنی لاغر و کشیده، پوستی سرد و چسبناک و صورتی بدشکل با فک دفرمه داشت. تا وقتی پلیس رسید موجود فرار کرده بود. تنها چیزی که از خودش به جا گذاشته بود جد پای کوچیک و کشیده‌ای بود که انگار مربوط به انسانی با حالت غیر طبیعی بود. تحقیقات پلیس نشون داد که در سالهای 1974 تا 1980 6 پسر بچه توی همون منطقه ناپدید شده بودن و همه شواهد به یک چیز مشکوک اشاره میکرد. مردی 195 سانتی متری تاس بازاری عجیب که به خزنده سینسیناتی معروف شد. افسانه‌ها میگن اون یک زندانی فراری از کاوینگتون بوده، اما این نظریه تاریخ‌تر هم وجود داره. بعضیا باور دارن اون قربانی آزمایشات سری دولتی بوده، آزمایشاتی که روی زندانی‌ها انجام میشد و باعث جشن‌های وحشتناکی توی بدنشون میشد. آخرین گزارش ثبت شده از خزنده سینسیناتی مربوط به تابستون 1980 بود، ولی خیلی‌ها هنوز باور دارن که اون زنده است، توی سایه‌ها زندگی میکنه، دنبال قربانی بعدیشه.